مسئله نگاه نکردن به مردم و زنها علال خصوص پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که انما لک الاولا و علیک الثانیه. اون نظری که بار اول میکنی او گناه نیست گفتن، یعنی نظری به چشمتان افتاد و دومین نظر برای تو گناه هست گفتن، یعنی به معنای که گشته بردوام نظر نمی کنید. و در حدیث بخاری و مسلم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را دستور دادند که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای جماعت جوانا، ای گروه جوانا، کدامی که از شما قدرتی خانداری دارد، سلامت است که خانداری کرده میتواند، فلیتزوج، پس خاندار شود. بعد فایده های خاندار شوی را دوی آن را ذکر کردن. فانه اغض للبصر، خاندار شدن برای پوشیدن چشم یاری میدهد گفتن. یعنی شخصی که عائله دار هست و عائلهش در پیشش هست، او که به کوچه برآمده است، از نزدش سبوک است، حتی چشمش افتاد هم به فکر خودش مشغول است، یعنی نظر نمی کند. فانه اغض للبصر، چون که برای پوشیدن چشم نکاح یاری می رساند. و احسن للفرج، و شرمگاه انسان را برای محافظت کردن یاری می دهد، یعنی محافظت از گناه. خانداری از نگاه کردن به زن بیگانه ها نگاه می دارد. بنابراین این توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم است که خاندار شوید، علل خصوص جوانا، تا اینکه چشمهای خود را از نامحرم ها گرفته توانید. بله.